میدونستین بحرین که ثروتمندترین کشور جهانه تا همین 50 سال پیش جزئی از خاک ایران بوده، اما انگلیسی‌ها اونو از ایران جدا کردن. این کشور از 3 جزیره اصلی تشکیل شده و 1.5 میلیون نفر جمعیت داره، اما مردم کشور از نظر مالی یکی از پردرآمدترین افراد جهانن و میزان درآمدشون 300 میلیون تومان در ماهه. بحرین مثل سوئیس یکی از قطب‌های بانکداری جهان هم محسوب میشه و هر ساله میزبان مسابقات مهم ورزشی مثل مسابقه فرمول 1. این کشور ارتباط نزدیکی با عربستان داره و یکی از طولانی ترین پل‌های جهان بین این دو کشور ساخته شده. گفته میشه درآمد کاری یک ماه کارگر حدود 200 میلیون تومان در ماه و هنوز هم افراد زیادی در این کشور فارسی صحبت میکنن. خیلی از افرادم با ترفندهای خاص از ایران به بحرین مهاجرت میکنن. اما به نظرتون به چه شکل میشه به این کشور مهاجرت کرد و هدف انگلیس از جدا کردن بحرین از ایران چی بود؟ اگه جواب این سوالات برای شما هم مهمه، حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. بحرین یک کشور جزیره‌ای از کشورهای عرب در جنوب و خلیج فارس و 778 کیلومتر مساحت داره. تقریباً نصف جزیره قشم و پایتخت اون منامه و زبان رسمیش عربی و انگلیسیه. بحرین 5 استان داره و کلاً 14 تا شهر داره. این کشور از 33 جزیره تشکیل شده که بیشتر اونها بیابونن و بلندترین نقطه بحرین هم فقط 124 متر ارتفاع داره. بحرین آب و هوای بیابونی و زمستون‌های معتدل و تابستون‌های خیلی گرم و رطوبتی داره. نفت و گاز طبیعی و ماهی و مروارید از منابع طبیعی این کشوره، ولی کاهش ذخیره نفتی باعث شده که بحرین در سالهای اخیر به سمت فراوری و تصفیه نفت بره و به یکی از مراکز بانکی بین‌المللی تبدیل بشه. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه از سال 1999 در این کشور قدرت رو در اختیار داره و تو سال 2002 کشور رو به پادشاهی مشروطه تبدیل کرده و عنوان خودش رو از امیر به پادشاه ارتقا داده. بر اساس برآورد سال 2019 جمعیت این کشور 1,450,000 نفره که بیش از 700,000 نفر اونها شهروندان خارجی هستند، یعنی تقریبا نصف جمعیت بحرین خارجیه. اسلام دین اغلب ساکنان بحرینه و 73% مردم بحرین مسلمانن. بعد از اون مسیحیان با 14.5%، هندوها 9.8% و بودایی‌ها با 2.2% بزرگترین گروه‌های دینی این کشورن. بحرین بر اساس اسناد تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی بخش جدایی ناپذیر از ایران بوده و طبق اسناد تاریخی از زمان هخامنشیان جزو ایران بوده. مردم بحرین هنگام حمله اعراب با اونا مبارزه میکنن و حتی یه زمانی شکستشون هم میدن، ولی در نهایت تسلیمشون میشن. اما قرن 16 و 17 میلادی که پرتغالیا تو خلیج فارس نفوذ بالایی داشتن، بحرین رو گرفتن و برای خودشون کردن. بعد از اون دولت عثمانی به بحرین حمله کرد و تا زمان نادرشاه در دست عثمانی‌ها بود. نادرشاه وقتی که حاکم ایران شد به دستیارش محمد تقی خان دستور داد که بره بحرین رو از دست عثمانیان در بیاره و محمد تقی خان هم با فتح بحرین کلید قلعه بحرین رو برای نادرشاه فرستاد. مردم بحرین هم از این اتفاق راضی بودن چون اونا خودشونو اصالتا ایرانی میدونن. همه چیز خوب بود تا زمانی که سر و کله انگلیسی‌ها پیدا شد و بوی نفت به دماغشون خورد. خلاصه انگلیس در زمان قاجار با استفاده از قدرت نظامی بحرین رو تصرف کرد. دولت ایران هرگز به جدایی بحرین راضی نمیشد و همیشه بین دولت ایران و جوامع بین‌المللی مکاتبات اعتراض‌آمیز برقرار میشد، ولی با وجود همه این اعتراضات دولت انگلیس با قرار دادن حاکمی از سوی خودش در بحرین تسلطش رو محکم‌تر کرد. بالاخره این نفت هر جا که باشه انگلیسی‌ها زودتر از همه اونجا. انگلیس با ایجاد پادشاهی برای بحرین برای نیروی دریایی خودش در خلیج فارس عملاً یه مستعمره برای خودش به وجود آورد. دولت ایران هم که دستش به هیچ جا نمیرسید
تو سال 1336 بحرین رو استان 14 خودش معرفی کرد. هرچند که انگلیس اجازه رسمیت دادن به اونا رو نداد. در سال 1340 با مرگ شیخ بحرین ایران به امید بازپسگیری بحرین به تکاپو افتاد. دکتر محمد مصدق تصمیم داشت که بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران دنبال بازپسگیری بحرین بره. ایران از حق حاکمیت خودش بر بحرین کوتاه نیومد. تو سال 1348 قرار شد که رفراندومی در بحرین انجام بشه و قضیه استقلال یا تحت حکومت ایران بودن و یا تحت الحمایه انگلیس به همه پرسی گذاشته بشه که نتیجه این همه پرسی سرانجام به استقلال بحرین به عنوان یک کشور مستقل ختم شد و به این ترتیب کشور بحرین از ایران جدا شد. خب بریم سراغ اقتصاد بحرین. این کشور دومین پول با ارزش دنیا رو داره. یکی از عواملی که باعث شد تا اقتصاد کشور بحرین از کشورهای دیگه عربی از رتبه بالاتری برخوردار بشه کم بودن نرخ بیکاری تو این کشوره. یکی دیگه از عواملی که باعث رونق اقتصادی تو این کشور شده صنعت گردشگریه. دولت این کشور تونسته با استفاده از عوامل طبیعی و مصنوعی منابع گردشگری زیادی رو برای توریست ها و بازدید کنندگان فراهم کنه تا اونا هم با سفر به این کشور هم لذت ببرن و هم دلار وارد بحرین کنن. حالا چجوری میشه به بحرین مهاجرت کرد؟ برای مهاجرت کاری به بحرین نیاز به سابقه خوب کاری داری. دولت بحرین الان که دیده تقاضا برای مهاجرت به کشور زیاد شده سختگیریاشو بیشتر کرده. به طور میانگین شغل‌هایی که مربوط به رشته‌های بهداشت، مامایی، پزشکی و پرستاری هستند تو این کشور رتبه اقتصادی خوبی دارن. تحصیل تو زمینه داروسازی تو بحرین هم رتبه بالایی داره و داروسازها تو این کشور میتونن بعد از 1 سال کارآموزی شغل خوبی پیدا کنن. بعضی از افرادم با دختران بحرینی ازدواج میکنن و به این کشور میرن که البته ویزای ازدواج بحرین به افرادی تعلق میگیره که مشخص بشه توانایی مالی بالایی دارن. یعنی بحرین همینطوری داماد سرخونه قبول نمیکنه. خلاصه بحرین برای ویزا دادن خیلی سختگیره، ولی وضعیت آموزش و پرورش و بهداشت و دانشگاه تو این کشور عالیه. خب نظر شما درباره کشور بحرین و داستاناش چیه؟ برای حمایت از کانال ما لایک یادتون نره.